همبرگرهایی از پشت یه پیرمرد رشد میکنن. پایینتر 6 نوزاد با دهان باز هستن که منتظر غذان. اونا منتظرن تا همبرگرها خود به خود داخل دهانشون بیفته. این کنایه‌ای هست از کسانی که میخوان بدون زحمت چیزی رو به دست بیارن و از والدینشون تغذیه میکنن. در سکانس بعد یه همبرگر بین 5 نفر تقسیم میشه ولی فقط 4 لایه وجود داره. نفر اول یه لایه برمی‌داره و تا وقتی که همبرگر به نفر پنجم برسه دیگه تموم شده. با اینکه همبرگرهای بیشتری ظاهر میشن، نفر پنجم هرگز نمیتونه چیزی بخوره. این نشون میده که زمانبندی مهمه. اول بودن لزوماً به معنی دریافت بهترین چیز نیست، ولی آخر بودن شاید باعث بشه هیچی گیرت نیاد. در سکانس بعدی 6 نفر با دهان باز یه هرم انسانی تشکیل دادن، ولی فقط اونی که بالای هرمه میتونه همبرگر رو بخوره. در نهایت فرد بالای هرم چاق میشه و بقیه لاغر و ضعیف میمونن. این نشون میده کسانی که در رأس هرم هستن از تمام مزایا بهره‌مند میشن و بقیه هم فقط نقش یه نردبان رو دارن. حتی اگه سخت کار کنی، بیشترین سود رو فرد بالای هرم میبره. سکانس بعد یه زوج جوان در یه رستوران. زنی که همبرگر دستشه ظریف و با وقار به نظر میرسه، ولی به محض اینکه مرد سرش رو میچرخونه، زن کل همبرگر رو میبلعه. وقتی مرد دوباره زن رو نگاه میکنه، زن به حالت اولش برگشته. این بارها و بارها تکرار میشه، به طوری که مرد فقط چهره با وقار زن رو میبینه. این نشون میده چیزی که میبینی لزوماً واقعی نیست و کنایه‌ای هست از کسانی که گفتار و رفتار متناقضی دارن. در سکانس بعد 3 مرد مشغول برش دادن یه همبرگر هستن، ولی هر چقدر هم برش میزنن مقدارش تغییری نمیکنه. همبرگر به همون اندازه باقی میمونه، درست مثل زندگی واقعیمون. کار تمومی نداره. به محض اینکه کاری رو تموم میکنی، یه کار دیگه پیدا میشه. سکانس بعد 4 نفر دست همو گرفتن و دور یه همبرگر میچرخن. همبرگر دقیقاً جلوشونه، ولی کسی نمیتونه بخورتش. مثل اینه که رئیست بهت وعده ترفیع یا یه پاداش در آینده رو داده. خوشمزه به نظر میرسه، ولی هرگز نمیتونی بگیریش. اگه رشد رو دنبال نمیکنی، احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.